خب دوستای عزیز، همی مسئله در بالا صحبت کرده بودیم و برای ما گفتن که شما بیاین وطن آباد کنین، از دور چرا گپ میزنید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمتالله زاهروف باری یکم نیست که زیر حمله شخصان نامعلوم قرار میگیره و تا امروز اصلا مقامات خدراتی و وزارت کارهای داخلی اصلا یگام جنایتکاری یافت نشد. اصلا تصور کنید یک نفر، یک بلاگر، یک شهروند تاجیکستان در خارج کشور هم یک روز برزید شما گپ میزنه نمیزنه پیداش میکنین، میرین پدرش فشار میارین، ظلم میارین. نه در داخل تاجیکستان در شهر دوشنبه واقعه رخ میتید. شخصانی نامعلوم، یک سیاستمدار است، غمخوری ملت است، کسی میگه که او شهروند تاجیکستان است، او این است، او است. بحثی نیست. بحثی است که جنایت شده است بالا یک شخصی که قانونی یک حزب است. رحمتالله زاهروف که مثل ما اعراض وظیفه نمیکنه، مثل ما دیکتاتور نمیگه، مثل ما خائن نمیگه، مثل ما حرفا نمیگه، با زبان حقوقی گپ میزنه، با اسناد و فکت و دلیل قانونی برای شما میرسونه که انتخابات شما غیر قانونی بود، انتخابات شما دروغ بود، تاریخ انتخابات شما از 6 نوامبر به 11 اکتبر این جنایت است. یعنی شخصی حقوقی است، حقوق شناس است، از زبان قانون برای شما میرسونه، لیکن در هر مورد حمله میبینه، در هر مورد لطکوب میشود و کسی در این باره جواب نمیتید. نوارا میبینیم و صحبت ادامه میتیم. حادثه نوبتی حمله بر شما چگونه صورت گرفت؟ من اومدم یک دو آدم گسیل کردم و یک کمتر اون طرف رفته اومدم، سونه همجا اومدم که همجا ماشینا قطار بوده است. من همینجا ایستادم تا نگاه کرده، سونه خودم چه فکر ممکن ماکسیموم من یک 2 دقیقه ایستادم، 2 دقیقه همین اکون رفتن بودم، یا این طرف یا این طرف یادم نیست، پاورات کردن بودم، یک اودر انا همجا سر بزد و گردم با من شاخ شدم. همین شاخ شدم، درش گشته نتونستم، نگاه کرده نتونستم که کی اینجا. همین هم تا شاخ شده، همین در جای هم میوایه میکنم، همین دویم اودر یک چیز آهنی کتی دیگر کتی همین زد که اینجا ابرو بالاتر هم زد، همین اینجا هم زد. انا همین چیز فرامد، همین فرامد. من همین حس کردم که اوجه از خود هوش رفته شدم. در این وقت همین در یادم است که یک آدم همین با همین نیروی همون پوره خودش من تله کرد. همون وقت تله کرد من همین بردور بده این کتف چپ کت زدم و زوانی کت اونجا پایان فرامدم. یگانه همین گوشم به در آمد که با ازبکستان همین چیز اونجا دیگرش چی گفت من در یادم نیست. همین با فکرم 4-5 دقیقه من بیهوش بودم. سونه همین یک بالا اجام خسته، من این خیل خسته این بردور چارپایه شده بالا برآمدم، همجا 1-2 دقیقه شدم. اوجه اختهام تر شده بود. اونجا میبینید که آب همین 1-2 سانتی متر 3 سانتی و وقتی من آب با کمتر بود. همین جاگه به هم تا در آمدگیم که یک 10-12 ساعت از اجا خسته نتونستم. بعد از 10-12 ساعت اجا خستم و این تا گردم گویم جمعیده نمیشه تماما. همین خودش بعد از چندین ساعت بعد از 1 سوتکه درد میدارد، همین سخت درد در اومدم. امروز اکون امکانیت شد اجا خستم برآمدم، کمتر پراگولکه کردم، سونه همین نوت کشتم و همین خبره فیسبوک نوشتم. به فکرتان چرا این حمله نوبتی نسبت شما صورت گرفت؟ باید قید کنم که من روز 20 یعنی 2 روز پیش از این دیر بیگاهی از سفر خدمتی برگشتم و بسیار مواد پیدا کردیم درباره تخلف کاری آید به پیشوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این کمپانی انتخاباتی و دیگر چیزاتی و برای من 1-2 سریز در کار بود که اینها همیشه یک تحلیل کنم، یک با خلاصه بیایم و من روز 20 آمدم اونجا کار کردم نیو
روز 21 کار کردن سر کردم تحلیل کرده این بیچون و چرا اکن من کفالت ناگ یا که مثال بیچون چرا گفته نمیتونم که این کی بود چی بود لیکن این وابسته بود به انتخابات وابسته بود به آن سفر خدمتی من که بر شهر و ناحیه ها سفر کردم و اونجا مواضع زیاد را خصوصا درباره تقلبکاری حاکمیت محلی اوید به پیشواز پرزیدنت همین چیزا جمع کرده بودم. شما از روی این حادثه به ساختارهای حفظ حقوق مراجعت کرده؟ نه حالا مراجعت نکردم برای که با فکرم مراجعت رسمی نیست خودم من عریضه نوشتگیم نه من با ساختارهای حفظ حقوق با مقامات حفظ حقوق یگان باوری ندارم برای که 3 سال پیش هم همین وقتی که حمله شد به من این چیزا که تا حاضر یگان قرار قبول شده گشنه برعکس همه آدمایی که نزد من همان که همکاری میکنند خیش کسایی که ما را دعوت میکنین بیاین در داخل وطن کار کنین اول امنیت همین نفر رو شما درست بکنید. این نفر میگه من با مقامات و وزارت کارهای داخلی اصلا باور ندارم. اصلا این نشانه به برنامگی یک حکومت است. وقتی رحمانوف برنامه انتخاباتی نداره، وقتی یک حزب یک برنامه داره، یک حزب میخواد کار تاثیررسانه است، حتما بالای او چنین عملها میبینید. چرا در آن بابای گیتلر ما نمیره یک کس بزنه شو نبود حزب سوسیال؟ چرا حزب رابر حزب کمونیست بید افسانه نقل میکنه تویش نقل کرده؟ چرا یک کس نمیره بالای او فشار بیاره که دیوانه چیکار کردی تو میگوی ما با اینترنت لازم نداره؟ چرا او را فشار نمیارن؟ چرا او لد نمیخوره؟ در طول همین قدر سال چرا یگام رئیس یگام حزب یگام وزیر لد کردن نشد؟ چرا؟ اما یک نفری که از آزادی گپ میزنه حق عدالت هم میخواد شخصیت ملی هسته زیر لد و کوب قرار میگیره. این یکم و آخرش نیست. چندین روز نامه‌نگارا زیر لد و کوب قرار گرفت. چرا یک نفر جواب نداد؟ تا امروز کسی جواب داد؟ البته شما در بنگلادش زندگی دارین، در کجا زندگی کردین؟ یکم کشوری بندیتیسم است چی گپ است خودش؟ در روزی روشن یک بار نگاه کن در کجا است اون نفر؟ در سری راه هست. صدها شاهد است، کامراها باید باشه، نظارت باید باشه. یک کس نظارت نمیکنه. هیچ که جواب نمیده. بعد زبانشون از دهنشون برآمدگی شما از دور گپ میزنید که مردین از پیش گپ زنید. شما که مردین مرحمت همین جنایت بگیرین. او جنایتی که اون دختره بردن در تای خاک گور کردن گویا با گفت خودتون بعد 2.5 سال یافتین پیداش کردین. گروه اپراتیوی مخصوصی وزارت کارهای داخلی میسر شد و سبب شد که یک جنایتی که 2 سال قبل تشکیل کرده شده بود با دستگیری مایور میلیتسیا پلکونیک میلیتسیا بچه نوریدین رحمانی آماده کرده شد. اینا میگن کو مرحمت که بچه نوریدین یک غیرت دیگه که وقت جنتلمنی گرانی بسی تو در 5 روز جنایتکار میافتی فال می کو بیا کی هستین؟ مردم گو کردن، مردم بخل با اندازه این مردمی تاجیک یا فریب کردن. باور کن من نفهمیدم که یک بیابانگر چوپانایی که از بیابان از ادیرهای دنغره آمدن یک مردمی با فرهنگ و با منطقه دار مردمی با آبرو فریب کردن چومو کردن روز تا روز رفته سنی مردم. من حیران شدم در واقعا میشد از کجا اومدن همین یک بار از کجا اومدن یک بار ببینین نسل امیو از کجا است ساخته شده امیو از کجا است یک بار ببینید یگام تین دیپلمات نیستن یگام تو در همین سیاست رحمانوف یگام وزیرش دیپلمات نیست یگام وزیرش همش خریده شده است یگام رئیسش یگام رئیس شهر یگام گنرال ها و مایوراشون با طوری که مسئولیت دارن نیستن امیو یگام توش باور کنین از رحمانوف سرکده دیپلمات نیست اون مردک علمی سیاستمداری عاقل نیست تو پایان ترینش یگام توش در یک حکومت یک دیپلماتی با عقل با سواد پیدا نمیشه. منظورم از همون بالا مقام ها است او کسایی که چاپلوسی میکنن کن او چوسیکایی که هستن او کد خیر است دانه های چاپلوسا منظورم از شخص های کلیدی بیاره که یک تا بیارین مرحمت کنین سود امنیت وزارت کارهای داخلی حکم معارف و کنار بگذار و دیپلماتی سعید تلویزیون و رادیو علاقه بیک صبروف او را که او در دنیای خچه اصلا در افسانه او مردک
ку биёрен ки аста ки марҳамат ина раиси маҷлиси олӣ маҷлиси миллӣ маҷлиси намояндагон кадомо шаҳрдори душанбе ку кадом илма хондаги аз ҳамон бача ку биёренш коррупсия намедонам гумрук биёрин ҳамо кадом мантиқи гапзани ҳамаро як бор пайдо роҳбарои ҳизборо як бор биёрин барои мо нишон битен кадоми ҳамо ҳамчун як сиёсатмадор ҳамчун як дипломат ҳамчун як шахси фарҳангӣ шахсияти миллӣ кадомишанд бача нахо дар 9 миллион миллат пайдо нашуд як дипломати оқил як забондони оқил як шахси воқеан шуҷоъ ки аз чизе тарс надошта бошад дар маҷлисҳо ҳама дасто пеши бар дар суҳбатҳо ҳама дасто пеши бар ҳама қарсакзанӣ ҳама чоплус дипломат чоплус намешавад майор генерал чоплус шуда наметона дасто пеши бар ӯ тарсу наметона шуда як майоре ки рутбаи майорӣ мегира ӯ набояд чоплус бошад дастош пеши бар дар пеши раҳмонов ду почаш мисли харгӯш меланга ӯ хе нест